اینه خانواده رپ فارسی. تو باید یه سر دیوونه باشی دیگه. اینو دیگه ندیدم که تو کشور دیگه بذارم بخونه تو کشور خودش نتونه بخونه. اونی که کنار خانواده‌اش باشه خیلی گنگ تره. شما باعث شدی آرزوی بچهای دهه 70 و 80 برآورده بشه کف تهران. بساتم کسی نی بغلم هلا اپیشونی میچه کردم. رپ یک مدل موسیقیه. رپ میتونه انگیزه بده. میگن رپ باید حتما اعتراضی باشه. نه مثل بود باختن قلبم به تو اصلا نفهمیدم دلو به تو بستم. مواد جدید یاد بچه‌ها ندیم. من هر جای این کره خاکی باشم جنازم باید برگرده گنبون. میتیش تو مسجد پرشم حتم میگه نلوش نه. امیدوارم که همه مردم ایران صداشون شنیده بشه. میتونم فراموش کنم اون همه داستان. دیگه همه ما میگن ستون به ما میگن ستون. گنگ تقدیم میشه به جوانای این سرزمین.